میدونم که شما هم دوست دارید که یه اکانت اسپاتیفای داشته باشید، ولی به خاطر تحریم ها این کار یکم مشکله. حالا من میخوام به شما یه روش تضمینی آموزش بدم تا به راحتی اکانتتون رو بسازین. فقط قبلش این ویدیو رو لایک کن و سیوش کن که گمش نکنید. فقط یه نکته، وی پی ان روشن میکنید حتما به سرور آمریکا وصل بشید. وارد مورد گوشیتون بشید و اسپاتیفای سرچ کنید و در روزهای پایین ساین اپ فور فری تو استاب لیسنینگ رو بزنید. اینجا ثبت نام با گوگل رو اصلا نزنید که میفهمه که شما با وی پی ان وارد شدید. اینجا ایمیل و گذرواژه‌تون رو وارد کنید و یه نام انتخابی وارد کنید. خب من اینجا تمام اطلاعات رو وارد کردم و فقط کافی گزینه ثبت نام رو بزنم. صبر می‌کنیم تا عملیات انجام بشه. حالا اینجا میگه که ما باید مطمئن بشیم که شما ربات نیستید. من ربات نیستم رو کلیک می‌کنیم و ادامه رو میزنیم. به همین راحتی اکانت ما ساخته شد. فقط کافیه که وارد اپ اسپاتیفای بشید و در پایین گزینه لاگین ایمیل و پسوردتون رو بزنید و به راحتی وارد اکانتتون بشین. فقط یه نکته، حتما وی پی ان که روشن می‌کنیم به سرور آمریکا وصل باشه. و در نهایت ممنون میشم پیجمو فالو کنید تا آموزش‌های بیشتری رو در پیج من ببینید.